بسم الله الرحمن الرحیم. من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. بیننده های عزیز، مردم مسلمان و دوست داشتنی افغانستان، امیدوار هستم در هر کجای این کره خاکی که هستین صحتمند و سلامت باشین. ایام وفق مرادتان باشه و طاعات و عباداتتان هم قبول درگاه حق. روزها و شبهای پرمعنویت و پر از ثواب را سپری میکنیم. پروردگار جل جلاله به همون تعبیر حدیث پیامبر ما صلی الله علیه و سلم توفیق نصیبمان بگرداند تا در رمضان به گونه روزه بگیریم که گناهان گذشته ما را عفو بکنه. باز هم خوشحال هستم که در برنامه افطاری در خدمت شما عزیزان قرار داریم و در برنامه مهماندار هستیم. مهمانان خیلی خوب، کسانی که روز و شبشان با کلام است که در رمضان نازل شده و یک امتیاز کلان رمضان نزول قرآن است که قرآن در این ماه را نازل شده و این ماه را پربرکت ساخته. مهمانان عزیز من استاد عبیدالله درویش، استاد قرآن و در عین حال قاری صاحب مجتبی و قاری صاحب سیف الرحمن هستند. خیلی خوش آمدین استاد. تشکر، زنده و سلامت باشین. سلام تقدیم میکنم خدمت شما، عزیزایی که در اینجا حضور داره و کسایی که ما را از پشت پرده تلویزیون تماشا میکنن. امیدوار هستیم که یک شام خوب و خوش را آغاز کرده باشن و روزهای ماه مبارک رمضان به خوبی و خوشی سپری کرده باشن. استاد، روزه رمضان چگونه سپری میشه؟ الحمدلله مثل سالهای گذشته. خوب است. حلقات درسی داریم؟ ما حلقات درسی داریم، بله. یک ذره تایمایشون تغییر کرده به دلیل از اینکه رمضان یک ذره حالت کسلیت در وجود شاگردان می داشته باشه، به اون دلیل تایمشون یک ذره کم شده. دیگه کدام مشکلات دیگه نآمده، فقط یک ذره از 2 ساعت 1.5 ساعت و از 1.5 ساعت 1 ساعت تبدیل شده. شاگردان رو در رمضان جزا نتین استاد؟ والله شاگردا استادا را جزا میدن به دلیل از اینکه استادا بعض وقتا عموما در ماه مبارک رمضان ختمای تراویح زیاد است. به اون دلیل باز استادا به خاطر از اینکه مصروف ختمه می باشن 1 ساعت و 1.5 ساعت تایمشون میسازن، حوصله کمتر می داشته باشن. و خیلی لذت بخش است استاد که شب در خدمت تراویح باشی و روزم در خدمت حفاظ. بله، و هر وقتی که ما به قرآن چنگ میزنیم و بدون رمضان اگر ما قرآن مطالعه کنیم زیباست. نه، در رمضان زیباتر میشه. ماه نزول قرآن. قاری صاحب مجتبی، خوش آمدید. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام یاد خداوند. نام مجتبی شیرزی، از مدرسه قاری صاحب عبیدالله درویش. ماشاءالله. شما هم حفظ میکنین؟ بله. چند پاره حفظ کردین؟ 1 پاره. 1 پاره. تجوید هم میخوانین؟ هنوز شروع نکردین تجویده؟ یک کار مگم بکنین که قرآن را که میخوانین تجوید هم بخوانین، بیخی مزه‌دار میشه. قرآن را کسی که با تجوید بخونه ثوابش بیشتر است. قاری صاحب سیف الرحمن چطور است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. به نام یاد خداوند مهربان. اسم من سیف الرحمن نوری که یکی از شاگردان قاری صاحب عبیدالله درویش می باشم. ماشاءالله. شما چند پاره حفظ کردین؟ 2 پاره. ماشاءالله. امیدوار هستم که بخیر یک روز شما را در برنامه افطاری دعوت بکنم که حافظ کل قرآن باشین ان شاء الله، و پروردگار توفیق نصیب همه ما شما بگردانه که این قرآن را هم خادمش باشیم و هم عاملش باشیم، هم بخوانیمش و دیگر هم تدریس بکنیم. استاد درویش، من خیلی خوشحال هستم که شما را و قاری صاحبای عزیز را در برنامه دارم و امیدوار هستم که طاعات و عبادات همه ما شما را پروردگار قبول درگاه خود نماید. استاد، اگر بیم سوال را از اینجا آغاز بکنیم که هدف از روزه و هدف از رمضان چی است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. به نام یاد خداوند. ما هرچند که قبلا هم گفتیم ما عالم دین نیست و مفسر محدث نیست، ما تجربه‌ای که از استادا گرفتیم ما در حلقات درس اشتراک کردیم. خدا کنه که گستاخی نشه در برابر علما. بیاین سر رمضان گپ بزنیم. مثلا رمضان بعض علما و بزرگواران میگن که از کلمه رمضه گرفته شده، یعنی گرمی، شدت هوایی که بسیار زیاد باشه و بر زمین بتابه و زمین وقتی که بسیار زیاد سرخ شده به اصطلاح ها داغ بیاید و این میره
علما تشریح کردن که اگر با آمدن رمضان ما شما مثل از که زمین به مو حالت خود که داغ میه، گناهان انسان میسوزه. و معنای دومیش است که رمضان به معنای باران است. مثل که ما شما در اخیرای تابستان، البته که بعض وقتا شاهد از هستیم که بسیار یک باران خوب میباره و با باریدن همی باران گرد و خاکی که در روی زمین میباشه اینا دور میشه و با دور شدن از یک طبیعت زیبا ایجاد میشه. و اگر یک جمله بسازیم، رمضان با آمدن خود گناه های سابقه ما را میسوزانه و دل های ما را شستشو میکنه. و فرضیت رمضان الله متعال در قرآن عظیم شان میفرمایه که بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. بر بالای شما روزه را فرض گردانیدیم چنانچه که پیش از شما کسایی که بودن روزه بر بالایشان فرض بود. در اینجا الله متعال یک دلداری و یک دلپوری بر مؤمنان میده، به خاطر از اینکه بعض وقتا یک شک شبهه در وجود از اینا خدای نخواسته ایجاد نشود که ما روزه نخواد روزه گرفته بتونیم. الله متعال میگه شما روزه بگیرین چنانچه که اونا روزه گرفتن و اونا وقتی که روزه گرفتن تتقون متقی شدن. ان شاء الله شما متقی میشین، تا باشه شما متقی شوین. اینا تقوا را بگویم که اصل هدف اصلیت این روزه تقواست که ما باید ترس از الله در دل پیدا کنیم، خوفی از الله در دل پیدا کنیم. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که با آمدن روزه باید ترک گناه کنیم و دروغ نگوییم و گناهی که ما را موجب بر نارضایتی الله میسازه از او دوری کنیم. اگر نیز شکم گرسنه بودن کدام ارزش نداره. فرض مثال اگر ما و شما در یک اتاق باشیم که هم انواع و اقسام غذاها در اوجه باشه و هیچ کس نباشه که ما را تماشاگر باشه و چیز حلال هم هست برای ما شما در ماه مبارک رمضان، از اون وقتی که میخوایم استفاده کنیم یک احساس بر آدم پیدا میشه. این احساسی است که یک ذاتی است که ما را تماشاگر است. بنابر از امی احساس تقوا میگن. هدف اصلی رمضان امی است که ترس از الله داشته باشیم و خوفی که در برابر الله داشته باشیم امی باشه. چنانچه که در حدیث قدسی شریف الله متعال میفرماید، میگه که روزه از مس و ثواب روزه را ممیتون. اینا رو ما چی کار کنیم که الله متعال از ما راضی شود؟ حضرت یوسف علیه السلام در اتاق وقتی که دروازه برش بسته میشه هیچ کسی نیست که رو تماشا کنه، همونجا میگه معاذ الله، پناه میبرم به الله. اینمی حاصل تقوا است و هدف اصلی ماه مبارک رمضان تقوا است، ترس از الله پیدا کنیم و خوف از الله پیدا کنیم. ماه تزکیه است، ماه قربت و نزدیکی به پروردگار است. امیدوار هستم که پروردگار همه ما را توفیق نصیب بکنه که از این فرصت‌های نهفته در رمضان استفاده خوب بکنیم. استاد درویش، نظرتان چی است که قاری صاحب مجتبی یک تلاوت بکنه بر ما؟ همین فضای برنامه ما بخی متفاوت شد. قاری صاحب مجتبی یک نعت شریف آماده کرده. خب خیر، قاری صاحب مجتبی نعت شد بانه بعداً بخونه، قاری صاحب سیف الرحمن تلاوت بکنه. بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح
بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير صدق الله العظیم. ماشاءالله قاری صاحب واقعا چقدر قشنگ تلاوت کردین سوره ملک را. پروردگار توفیق نصیبتان بکنه که بخیر کل قرآن را حفظ بکنیم. قاری صاحب سیف الرحمن شما مکتب هم میخوانین؟ صنف چند هستین؟ ماشاءالله. خیلی دیگه در مضمون قرآن 100 است. امسال هم 100 گرفتین؟ ما در گذشته همام حافظ هستم مقصد. وقتی در مکتب بودم استاد قرآن که می آمد قرار میششت مرا میگفت که شما بخوانین. از شما امور رقم است؟ استاد میخوانین شما؟ بجای استاد هم شما میخوانین؟ این از هم صنفیا کرده شما قرآن را بیشتر تلاوت میکنین. ماشاءالله خیلی عالی. بیننده های عزیز یک وقفه کوتاه میگیریم دوباره برمیگردیم ان شاء الله. دوباره برگشتیم. پروردگار جل جلاله همه ما را توفیق نصیب بکنه که همیشه حداقل در رمضان آغاز صبح ما با تلاوت قرآن کریم باشه و طاعات و عبادات همه شما هم قبول درگاه حق باشن. جناب استاد درویش اول نظرتان چی است که یک صحبت شما را داشته باشیم یا قاری صاحب مجتبی یک نعت بخوانند؟ هر رقم میلتون است. به نظر من که یک نعت بخوانند. مشکل نداره بخوانند. بفرمایید قاری صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. فرین. نعت شریف. کریما ببخشای بر حال ما که هستم حسیر کمند هوا، که هستم حسیر کمند هوا. نداریم غیر از تو فریاد و رس، توی آسیان را خطا بخش و بس، توی آسیان را خطا بخش و بس. منانم که کردم هزاران خطا، نکردم به عالم ز وحدت وفا، نکردم به عالم ز وحدت وفا. نظر کن به سوی من روسیا، بجز تو ندارم پناه یا اله، بجز تو ندارم پناه یا اله. کریما ببخشای بر حال ما که هستیم حسیر کمند هوا، که هستیم حسیر کمند هوا. به غمهای عالم شدم مبتلا، نکردم ثواب بغیر از گناه، نکردم ثواب بغیر از گناه. فراموش من گشت قال و بلا، بروی حبیبت ببخش یا اله، بروی حبیبت ببخش یا اله. کریما ببخشای بر حال ما که هستم حسیر کمند هوا، که هستم حسیر کمند هوا. تشکر از توجه. ماشاءالله ماشاءالله چقدر قشنگ. کریما ببخشای بر حال ما. خیلی عالی. و استاد درویش که شما را آورده اینجا حتما کسانی هستین که هم تلاوت خوب نسبت به دیگران دارین و هم ترانه و نعت خوب میخوانین. شما در مدرسه معمولا ترانه ها و نعت ها را شما میخوانین؟ در انجمن اگه وقت میباشه با اون وقت میخوانیم. شما سرتیمشان میباشین؟ نه دیگه با مجموعی میخوانین. ماشاءالله. خودتان مکتب میخوانی؟ چقدر قشنگ است که شما هم مکتب بخونید و هم حافظ قرآن باشین. صنف چند هستین؟ صنف 8. صنف 8. یک سوال شخصی کنیم. چند نمره هستی؟ یا 3 نمره.
ماشاءالله. یک شوخی کنم استاد درویش ما خورد بودیم میگفتن چند نمره هستیم، میگفتیم سوم، میگفت از اول یا از آخر؟ شما از اول سوم نمره هستین؟ از اول. ماشاءالله. خیلی عالی. بسیار تشکر استاد که قاری صاحبا را با خودتان آوردین، واقعا تلاوت خیلی عالی کردن، نعت خیلی خوب خواندن. استاد بریم یک موضوع دیگر هم سرش باز بکنیم. علما از منابر زیاد یاد میکنن، میگن که رمضان فرصتی است که ما خود بسازیم و تعامل ما با دیگران باید چگونه باشه. واقعا در رمضان اخلاق خیلی مهم است. رمضان تنها از نظر ما ماه عبادت خواه است. بله. اما تنها این نیست که ما عبادت کنیم، یک تمرین اخلاقی است. دقیقاً. باید ما دقیقاً. مثل از این که یک کسی 30 روز تمرین میکنه و در این تمرین روز به روز هر روزی که بیشتر میشه وارد میشه. به می دلیل ماه مبارک رمضان هم یک تمرین اخلاقی است. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید که رمضان یک سپر است. دقیقاً. در برابر خشم، در برابر کنترل زبان. یعنی وقتی که ما توانایی یک کار داریم اما به خاطر خدا انجام نمیدیم، این خودش یک کنترل است. و باید خشم خود زیادتر همگی. خب یک گپ بسیار جدی است که با آمدن رمضان اکثریت خواهرها و مادرای ما یک ذره در استرس می باشه، به دلیل از اینکه در بعض فامیلا هست کسایی که به اصطلاح عمل دارن، اونم عمل خدا عصبانی هستن دیگه، فقط منتظر از این هستن که چه وقت یک گلانی خراب بیای خلاص دیگه که عقده دل خود سر مسیاسر و سر خواهر و برادر ما بکشه. و وظیفه ما این است که با آمدن رمضان اخلاق خود باید خوب کنیم. حالا وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم صحابه بزرگوار میگه که از همه ماهای دیگر که در ماه مبارک رمضان یکی بسیار خوشتر و خوشخلق می بودن و بسیار بخشندگی زیاد می داشته باشن، هیچ کس از دروازهشون ناامید نمی رفت. اما ما به این اخلاق خود ببینیم، وقتی که در خانه روزه می باشیم و یک آدم در دروازه تک تک می زنه، اما کسی که بسیار عصبانی است از همه گده او بالای از او شخص فشار میاره که چه گپ است، ما روزه هستیم نمیفهمیم چرا. و این باید علما باید در منبر و کسایی که در رسانه در رأس هستن اینا شاید ذهن سازی کنه، شاید از 100 کلمه یک کلمه خب باعث شوه که یک انسان جور شوه. و ایرا اگر از نظر ما باشه باید مکمل ماه مبارک رمضان حج اوقاف بیاز خاله پرزه میتن مکمل موضوع از نظر ما درباره اخلاق باشه که یک انسان چطور میتونه که اخلاق خود حفظ کنه. حالا ما که خود کنترل نداریم، دشنام میتیم، دو میزنیم، حتی در بازار وقتی ما شما در حالت عادی باشیم یک آدم که یک گپ بد بزنه زود واکنش نشان میدیم، اما در رمضان به خاطر خدا باید کار نکنیم. اما اکثریت ما شما رو ببینید رسانه ها رو شما دیده باشیم که در ماه مبارک رمضان بعضی گزارش های شهری دارن، با گزارشگر یک حالت روبرو میشه که رمضان است برو بیادر تو چرا مصاحبه همراه ما میکنی. اما نه، رمضان ماه مبارک رمضان ماه رحمت است و ما بر رحمت الله نیاز داریم. دقیقاً. استاد بیشتر از پیامبر ما صلی الله علیه و سلم یاد کردین و یک عادت خاصی که داشتنی بود که هیچ وقتی چه در بیرون چه در خانه کار خود را سر دیگران انجام نمیدادن و این سنت نیکشان است که در خانه همکاری میکردن، در حتی در پخت و پز همکاری میکردن پیامبر ما صلی الله علیه و سلم و یک الگوی عملی بودن. یعنی صحابه با دیدن رفتار و کردار پیامبر صلی الله علیه و سلم درس میگرفتن. استاد وقتی رمضان را میآیه و هی میگیم به مردم، از منابر مردم برشان پیام داده میشه و شما هم گفتین که چون یک جامعه سنتی هستیم الحمدلله 100% مردم افغانستان مسلمان هست و منبر جایی است که خیلی خوب پیام میرسه. همه که متوجه میباشه. استاد اگر کمی همی عقب‌تر بریم، اینمی کسایی که از منبر میگن چقدر میتونه که رفتار کردار اینا خودشان یعنی یک درس قشنگ باشه و اینا بیشتر مسئولیت اخلاقی دارن. یک گپ است که از بزرگوارا میگفت این گپ ما که تاثیر نداری است که خود ما بی‌مزه هستیم. متاسفانه در جامعه امروزی کسی نصیحت ما در حد نیستیم که نصیحت کنیم. نصیحت وظیفه کسی شده که خودش امو اخلاق نیکو نداره
وقتی که خودش در وجود خود یک رفتار خوب را نداشته باشه گپ از بی تاثیر می باشه بالای کسی که. حالا من اگر شخصا خودم بر دوستان نصیحت کنم که روزه بگیرین، اخلاق نیک داشته باشین و با فامیلتان با مردم رفتار نیک کنین، خودم رفتار نیک نداشته باشم گپ تاثیر نداره. باید انسان مثل که میگیم آینه یک دیگر است، خود ما یک آینه خوب باشیم که یک آدم را شفاف و خوب جلوه بدیم، نه که یک آینه لکه‌دار که وقت با دیدن طرف تو سایل میکنه دلش نمیشه. دیگه وظیفه علما اینمی است که اول گپ را سر خود تطبیق کنن. اما بسیار جای تاسف از گستاخی نشه، ادب و احترامی که در برابر علما داریم. امروزه جامعه ما دعوت به دین نمیده، دعوت به خود میده. اگر متوجه شده باشه، اگر رسانه باشه، اگر مدرسه باشه که خودم مدرسه دارم، اگر کورس باشه یا هر مجتمعی که باشه، فقط دعوت دادن به سوی خود است، به سوی الله یاد ما رفته. وظیفه اصلی امام در منبر یادش رفته، وظیفه اصلیش که پیام دین برسانه یادش رفته. فقط موضوع عزیز چند ساعت اینترنت استفاده نکنین، چی بخورین چی ننوشین، کدام بازی را انجام بدین، این وظیفه اصلی یک امام نیست. وظیفه اصلی یک امام به خاطر از اینکه دولت انتخاب کرده و مردم رای میده، تو علم به مردم برسانی، گپ نیک به مردم برسانی. بعضی هستن، شخصا خودم به یک مسجد میرم، بازی شیخ بزرگوار استاد ماست، بسیار خوب یک نظم جور کرده در مدرسه. فقط در اون مسجد 15 دقیقه اول همون موضوعی که از اوقاف وارد شده امور بر مردم بیان میکنه، بسیار به شکل نیک. البته یک پیشنهاد است، بعد از 15 دقیقه یک برنامه جور کرده که بخش سوالات است. چقدر عالی. 20 سوال 15 سوال، هر کسی از هر هفته که گذشته سوال میکنن و در پیشوریش میمونه و اون مطابق اون از اون برنامه رو پیش میبره. یقین بالله که 12 بجه در مسجد بری که جای ماندن نیست. هدف ما این است که هر کسی که در پشت منبر میشینه و مسئولیت داره اما کار خود را کنه، هر کسی را به هر کار ساخت. باید من نمیتونم که کار یک عالم بزرگوار کنم، یا من نمیتونم که من قاری قرآن هستم کار یک نعتخوانه کنم. دقیقاً بنابر از این مسئولیت خود هر کس که مطابقش بدونه ان شاء الله فیصله میشه، گپ حل است. دقیقاً یک سنت از صحابه پیامبر صلی الله علیه و سلم داریم که اونا معمولا میگفتن ما از رسول صلی الله علیه و سلم میشنیدیم، او را اول یاد میگرفتیم، بعد سر خود ما عملی میکردیم، بعد سر خانواده ما، بعد به اجتماع میرفتیم. امیدوار هستم که ما همین سنت به همین شکل طی بکنیم ان شاء الله. بسیار تشکر، خیلی لطف کردین استاد گرامی. از قاری صاحبای عزیز بسیار تشکر، خیلی لطف کردین. امیدوار هستم که همه تو موفق و سلامت باشین و روزی شما را در یک برنامه ببینیم که قرآن مکمل با تجوید، با ترجمه، با تفسیر حفظ بکنین. بیننده های عزیز، به پایان برنامه افطاری رسیدیم. برنامه فوق العاده عالی داشتیم، واقعا صحبت های استاد و تلاوت قاری صاحبا و نعتشان خیلی گیرا بود، واقعا کیف کردیم به اصطلاح. برنامه را به همینجا به پایان میگذاریم. در اخیر برنامه شما میروین انشاءالله که تلاوت استاد درویش را میشنوید. ما همینجا امرای شما خداحافظی میکنیم تا افطاری دیگر که در خدمتتان قرار میگیریم. با پروردگار به همتا میسپاریمتان. استاد یک تلاوت بکنیم باز برنامه را. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله
ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم زينا بزينة القرآن اللهم ادخلنا الجنة بشفاعة القرآن اللهم أكرمنا بكرامة القرآن برحمتك يا أرحم الراحمين ما شاء الله خير.